سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوب من خوش اومدین. میخوام یک نمازی بهتون بگم که بخونی گره های زندگی دونه دونه باز بشه. هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، بچه نداری، خونه نداری، مشکل مسکن داری، گرفتاری، بیکاری، با همسر دعوات میشه، برات طلسم کردن، چشم میخوری، هر چی بخوای با این نمازو بخونی به حاجتت میرسی، چون نماز برای آقا امام زمانه. هم میتونی قبل از نماز صبح بخونی، هم میتونی آخر شب بخونی. یک نماز 2 رکعتیه، خیلی آسونه، خیلی خوبه. بخون و حاجت بگیر. 2 رکعت نماز میخونم به نیت حل مشکلاتم. بعد نماز شروع میکنی، رکعت اول که خوندی، بعد میای تو رکعت دوم میری قنوت. قنوتو باید 40 مرتبه بگی. وقتی به قنوت رسیدی 40 مرتبه میگی اللهم اجعل لولیک الفرج. 40 مرتبه میگی. بعد میری رکوع، تشهد و سلام. نماز که تموم شد دوباره 100 مرتبه میگی السلام علیک یا آقا امام زمان. بگو و حاجت بگیر. آقا امام زمانو قسم بده به جون مادرشون، خانم نرجس خاتون. ببین چجوری گره های زندگی دونه دونه باز میشه. هر مشکلی که داشته باشی مشکلت حل میشه. هر گرفتاری که داشته باشی کافیه 1 مرتبه این نماز بخونی. 1 عمر با این نماز خودتو بیمه امام زمان و مادرش میکنی. باورت نمیشه اگر این نمازو 1 مرتبه بخونی دیگه همیشه میخونی، چون واقعا گره باز کنه، مشکلات دونه به دونه حل میشه. این نمازو به نیابت از آقا حضرت مهدی برای 12 نفرم بفرست که تو ثوابش شریک باشی. همین امشب نیت کن و نمازتو بخون و مشکلاتتو دونه به دونه حل کن. مگه میشه دستاتو ببری بالا و برای آقا امام زمان صلوات بفرستی؟ مگه میشه حاجتتو نده، حاجت روات نکنه؟ امتحان کن. مگه میشه تو برای امام زمان نماز بخونی و حاجت نگیری؟ امشب با هم گروهی دست جمعی ساعت 1 شب نمازو بخونیم. اگر نتونستی شب بخونی قبل از اذان صبح، قبل از نماز اذان صبح بخون. 2 رکعت دوستان عزیزم، بخون و حاجت بگیر. خیلی هم راحت و آسونه. اگر با من همراهی چنل یوتیوب رو فالو کن. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.